اینم تبلیغ انتخابات برای بسیجی‌های گیج خورده به سبک آخوندهای ولایت مدار. افراد وقتی میرن پای صندوق رأی میدن قصد قربت بکنن. این عمل برای شب اول قبل محاسبه میشه. بنابراین وقتی که یه تکلیف شرعی است. و اما اصلی ترین سوالی که در ایام تبلیغات انتخابات تیوی ریش خیلی دنبالش بود این بود که ویژگی نماینده ها چی باید باشه؟ دو تا ویژگی به نظر من نماینده خوب باید داشته باشه. این دوتا رو هیچ موقع هیچ نماینده‌ای تو هیچ دوره‌ای نباید فراموش کنه. اول اینکه خوابالو نباشه، یعنی زیاد نتونه بخوابه. نمیدونم حرفای رئیس مجلسه که کسالت باره و یعنی مردم رو به خواب میبره یا نه خودشون استعداد خواب خوبی رو دارن. اینو باید همیشه مد نظر داشته باشیم که ما ایرانی‌ها همیشه اول بودیم و همیشه هم اول هستیم. اینو همیشه یادتون باشه که ما هم کبابه رو بخوریم رأی ندیم. چطوره ها؟ این هم نتیجه همه دست و پا زدن‌های آخوندا برای گرم کردن تنور انتخاباتشون. اما انتخاب درست. انتخاب شرکت میکنی؟ من نه. من شرکت نمیکنم. من خودم رأی نمیدم. من فکر نمی‌کنم انتخابات آزادی باشه که خیلی‌ها فقط به خاطر اینکه مهر تو شناسنامه‌شون بخوره میرن پای صندوق. آقای باش، سوال من از شما اینه که تو این 8-10 سال اخیر کجا بودید که الان به زنگاه انتخابات یاد دانشگاه و دانشجو افتادید؟ اون موقعی که دانشجوهای ورودی ما یک خوابگاه ندارن که تو این دانشگاه همشون باید توی نمازخونه بخوابن، شما کجایید که بعد کلن این خبرنگار تیوی ریش هر جایی که رفت دانشجوها دست به سرش کردن و پیچوندنش، اما به هر ضرب و زوری بود میخواست بگه توی این نظام هم تریبون آزاد وجود داره. قرار بود وزیر فک زدن یا همون سخنگوی دولت شیخ فری بره توی این جلسه به حرف بخش خصوصی گوش بده، اما اینقدر خودش وراجی کرد که همه از کوره در رفتن. آقای سخنگو این هفته رفت درد دل فعالان بخش خصوصی رو بشنوه. یک لایه دیگر هم داریم. اینقدر خودش حرف داشت اصلا نوبت به بقیه نرسید. خب حرفم که تو دل آدم بمونه اینجوری میشه دیگه. عزیزم ما میخوام مطلب بدیم شما مصور بگید. اجازه میدی؟ توی چنین صحنه‌ای باید زودتر فک زدن رو تعطیل کنه و بزنه بره وگرنه نفلش میکنن. و حالا یه بحث پیچیده فلسفی از زبون حاجی شکمبه. ما وجودمون اجوفه، یعنی تو خالی. بعدم که اومدیم بیرون با دهان مبارکمون هی داریم تو این ظرف میریزیم چون خالیه. حالا این بشکه خالی رو باید با چی پر کرد؟ باز هم حاجی شکمبه پاسخ میدهد. ظرف تو خالی رو فقط گذاشتی برای پر کردن گوشت و آبگوشت و پلو و کباب و جوجه کباب و خب بعدش که چی؟ قابل توجه کلیه اسباب بازی فروشی ها یک سرگرمی جدید برای بچه های شیطون، وسیله‌ای برای تولید مینی آخوند. این شما و این عمامه سحرآمیز. نمیدونم نصف شب بلند شد گریه کرد. حالا هر کارش میکنیم که ساکتش کنیم نمیتونیم. بهترین فکری که برای اون وقت میتونیم اینو خاموش کنیم و ساکتش بکنیم گفتم برید عمامه بیاریم. عمامه گذاشتیم سرش آقا دیگه این بچه مثل که تمام دنیا بهش دادم. نه بهت دادم نه سر گذاشتیم نه خرابش کردیم میگن. خب دیگه چه کار کنم؟ دیگه برده داری خب؟ دیگه برده داری؟ نه برو برده داری برو
وقتی آخوندا تو دوره پسازهرخوری میخوان ادای اسکار رو در بیارن، نتیجه شترگاو پلنگی میشه که به همه چیز شبیه الا جشنواره. ها آمدن هایی که پوشش های عجیب و غریب کم نداشت و اون رو بیشتر به کارناوال مد شبیه کرده بود تا یک رویداد فرهنگی هنری. در این گیرودار تصویری که نحوه لباس پوشیدن بازیگران ایرانی و غربی رو در جشنواره ها مقایسه کرده بود، تأمل برانگیز است. این هم انعکاس یک کارگردان ولایت مدار از جشنواره زجر. فیلمایی که نه تنها امید درش دیده نمیشه بلکه به نظرم تا یه حدود زیادی عصبی میکنه آدمو. من یه فیلمی رو میدیدم چند دقیقه پیش مجبور شدم بیام بیرون. همین صفحه حوادث روزنامه رو که خودتون مثال زدید نگاه کنید چه اتفاقایی داره در دل جامعه میافته. من نمیگم همه فیلم ها همه فیلم سازا، ولی من میگم اگر فیلم سازی احساس میکنه که باید واقعیت های جامعهش رو نشون بده، باید بتونه. منم در این جامعه دارم زندگی میکنم. شما یه جوری انگار فکر میکنید که مثلا شما درون جامعه هستید، منم مثلا جامعه جان بالا، من رو تپه‌ها دارم زندگی میکنم. نه، منم دارم زندگی میکنم. منم با عرضم به حضور شما که آدم‌های مختلف سر و کار دارم. منم آدم‌ها رو می‌بینم. بله، ولی مخالف بازتاب اون واقعیت هستید. مخالف بازتاب واقعیت هم نیستم. من مدعی هستم که باید فیلم‌ها نقادانه باشه. این فیلم‌ها نقادانه نیست. اینها ادای نقادانه بودن رو در میره. والا نقد نیست اینها. خلاصه دورخیز کرده بودن که در حد اسکار بپرن، اما مشکل فنی پیش اومد و برو که رفتیم. Whoa! Oh. I've never seen a springboard break like that. باز هم تشریفات رسمی تو نظام ولایت و دیپلماسی سود. عمان خارجی به اضافه وزیر محترم تجارت، رئیس محترم هیئت سرمایه گذاری عمان، رئیس کل محترم بانک مرکزی، رئیس بانک مسقط و دوستان عزیز از وزارت امور خارجه و امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان امروز در تهران درباره تحولات دو کشور و همچنین مهمترین مسائل منطقه دیدار و رایزنی کردند. از دقایقی پیش هم نشست خبری محمد جواد ظریف و بن علوی درباره مهمترین مسائل در حال برگزاری هست. موسیقی گاهی وقتا میتونه کاری کنه که والیوم 10 از انجامش عاجزه. اینم نواختن لالایی توسط یک پدر هنرمند. Okay.